این دیگه خیلی جالبه که حالا به دلایل اجازه چاپش هم من تو کتابم پیدا نکردم، ارشاد اجازه ندادش. این 3 تا موضوع جالب توشه عاشقانه. داستان شتر لیلی توش هست. داستان شتر لیلیه که یه شعر جالبی هم پایینش نوشته، من میخونم اینجا: ناقه لیلی به سرعت میبری ای ساربان، گر بدانی حال مجنون ناقه را پی میکنی. اگه بدونی حالش چطوره سریعتر اینو میبری که به مثالش برسی. هم داستان لیلی و مجنون توشه، هم داستان آدم و حوا توشه. آدم و حوا هست، دقت. هم داستان چند همسری در ایران باستان. 3 تا موضوع مختلف تو این هستش، هم چند همسری، هم لیلی و مجنون، هم آدم و حوا. به این شکل من تا حالا خیلی نادر دیدم. بافت تبریز هم هست، یک کار خیلی کوچیکیه، بافت حدود 60 سال پیش و یک کار خیلی عجیب و غریبه در نوع خودش. ولی با اون شعری که پایینش نوشته انگار داستان لیلی و مجنونه، ولی آدم و حوا هم توش هست و به قول یکی از دوستان که خیلی مسلط به تاریخه میگه داستان چند همسری رو هم در ایران باستان ما میتونیم ببینیم. یعنی کسی که اینو طراحی کرده و بافته خیلی آدمای با فرهنگ و با سوادی بودن، ولی یه نمونه خیلی منحصر به فردیه. تصویر بعدی رو ببینیم.